چی کسی است که برای این ثبات داده؟ چی کسی برای این زمین ثبات داده؟ اگر همین زمین اینمی آرامش ده که فعلا داره نمیداشت ما شما زندگی کردن میتونست در یک منطقه یک زلزله میشنه چی وضعیت به وجود میاد؟ چی وضعیت به وجود میاد؟ یعنی همه انسان ها با همه پیشرفته و نفهم تکنولوژی و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان در یک به برنامگی کامل و مطلق قرار میگیرن. همه مگه مردم منتظر است که حالا من میرم خلاص همه چیز از بین میره. همین طرف نیست. شما گاهی وقتا همین صحنه های زلزله را یک بار در ذهنتان بیارین، خصوصا ای خب افغانستان الحمدلله زلزله خیز نیست، بعضی مناطق دیگه که هست انسان حتی ویدیوش میبینه میترسه. بازم می صحنه یک بار در ذهنتان بیارین، یک منطقه کوچک زمین کم استقرار خود از دست میته. دو حالت کسی دیگه در فکر زندگی خود نمیشه. بسیار یک دیر با گریز عجیب غریب. چند بار یک بار مالا پنجم دیوار دیدیم 6 تا بودیم، اما تو عادی بود یک دفعه زلزله شد. چیزی که بوده نبود که یک دفعه گریخ بدون از اینکه به کوچکترین گپ دیگه فکر بکنه. ما نگفتم که برو قدر خود زلزله شدید باشه. دیدیم زلزله کمی شدیدتر شد. آخر ما هم کم کم دیدیم با مجبور برام دیدن. نمیشه. منظوری است که حال اینمی حالت نه انسان تنها با چی فکر میکنه؟ تنها برای نجات خود فکر میکنه. چی گپ شده؟ گپ ده چیست؟ گپ ده است که امین نظم زمین کمکی چی شده؟ الله متعالی تکان داده. خب پس شما فکر بکنید آیا ما شما گاهی فکر کردین که اینمی استقراری که ما در زمین داریم یک نعمت بسیار بزرگی است که الله در حق ما کرده؟ اینو فکر کردین گاهی؟ شاید در ذهن ما شما اصلا نیامده باشه. همین که ما شما زمین میریم راه بریم خیر خیرتیست یک نعمت از جانب کی